توجیکستان در ردبنده امساله در گزارش سالانه سازمان خبرنگاران بدون مرز که روز 3 مای در روز بین المللی آزادی مطبوعات تحت عنوان شاخص جهانی آزادی مطبوعات 2022 نشر شد، از نگاه سطح آزادی مطبوعات نظر به سال گذشته یک باره 10 زینه بالا رفته در بین 180 کشور در زینه 152 جای گرفت. تاجیکستان یک سال پیش در این ردبندی در زینه 162 در بین 20 کشور سرکوبگر آزادی مطبوعات قرار داشت. گفتن است که امسال موقع امگی 5 کشور آسیای مرکزی حتی ترکمنستان در ردبندی خبرنگاران بدون مرز بهتر شده است. خبرنگاران بدون مرز سبب یک باره 10 زینه بالا بردن موقع تاجیکستان شرح نداده است، ولی در بخش تاجیکستانی گزارش برعکس گفته می شود که سیاست تعقیبات پرزیدنت امامعلی رحمان با کسب عنوان پیشوای ملت اساسگذار صلح وحدت ملی بایست شدیدتر می شود. بنا به این گزارش شماره هرچی بیشتر ژورنالیستان ترک تاجیکستان می کنند. آنهایی که در کشور باقی میمانند دست به خود سانسوری میزنند. فشارهای حکومت شماره زیاد رسانه‌های مستقل از جمله روزنامه آزادگان و سامانه اخبار را وادار کرد که بسته شود و دهها ژورنالیست را مجبور به ترک کشور کرده است. تنها سعی که اهالی به اینترنت دسترسی دارد دائم مسدود کردن سامانه‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی عمده بسیاری از رسانه‌های تاجیکستان را مجبور کرده است که فعالیت خود را در خارج برو بگذارند. خبرنگاران خارجی در تاجیکستان تحت خطر بیکار یا رد کردن اکریدیتاسیشان فعالیت دارند. در گزارش گفته می شود که در تاجیکستان حکومت محتوای مطلب‌های را که در رادیو و تلویزیون و اینترنت نشر می شوند با دقت نظارت می کند و دسترسی رسانه‌های مستقل به خبرهای رسمی محدود کرده شده است. ژورنالیستانی که از خودسانسوری پرهیز می کنند مورد تعقیب مقامات امنیتی و هدف ترساندن و شانتاژ قرار می گیرند. برخی آنها را حتی تروریست می نامند. بر علاوه حکومت فرمای ترول‌ها را سازمان داده است که مؤلفان همه گونه مطلب‌های تنقیدی را هدف قرار می‌دهند. بنا به گزارش خبرنگاران بدون مرز، مقامات برای جزا دادن از اتهامات برانگیختن نزاع کینه و عداوت و پنهان کردن معلومات بر دروغ سوء استفاده می‌کنند و این اتهامات فضای ترس را ایجاد کرده مانع اظهار کردن فکرهای انتقادی نسبت به رژیم حاکم می شود. خبرنگاران بدون مرز همچنین وجود مشکلات اقتصادی چون اندازهای میانشکن، بازار ضعیف رکلام و تفتیشات بی‌حساب مقامات در راه رشد مطبوعات تاجیک ذکر کرده می نویسند. در تاجیکستان ژورنالیستان در حال مشکلات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور یگان نقش ندارند، چون که حکومت به کار آنها توجه نشان نمیدهد و به سوالهای برداشتهشان پاسخ نمیدهد. خبرنگارانی که از حکومت تنقید میکنند میتوانند از جانب مقامات امنیتی و حفظ حقوق مورد حمله های جسمانی، ترساندن، حبس و حتی حکم زندان قرار بگیرند. ژورنالیستان عملا بدون زیر خطر گذاشتن خود، نزدیکان خود و اهل خانواده های خود امکان کار کردن روی مسائلی را که حکومت اساس می شمارد ندارند. تاکید شده است در حسابات از بین کشورهای آسیای مرکزی مقام اعظم بلند را قرقیزستان به دست آورده است که 7 زینه بالا رفته در مقام 72 جای گرفته است. در ردبندی خبرنگاران بدون مرز قزاقستان یک باره 33 زینه بالا رفته به مقام 155 رسیده است. ازبکستان 24 زینه بالا رفته در زینه 157 جای گرفته است. ترکمنستان موقع خود را یک زینه بالا برده در زینه 177 در بین کشورهای سرکوبگر آزادی مطبوعات باقی مانده است.